می‌کنم با مصطفی قمری وفا، خبرنگار واحد مرکزی خبر در اصفهان. آقای قمری وفا، سخنرانی رئیس جمهور کی آغاز میشه یا شروع شده الان؟ بله، همونجور که شما هم اشاره کردید رئیس جمهور با تأخیر وارد اصفهان شد، اما به دلیل استقبال مردمی از آقای رئیس جمهور امروز در اصفهان به قدری زیاد بود که خودروی حامل آقای رئیس جمهور مسیر 20 دقیقه‌ای فرودگاه در واقع اصفهان و تا میدان خمینی شهر اصفهان رو تقریبا در مدت 2 ساعت طی کرده و هنوزم البته به محل سخنرانی نرسیده. احتمال میره تا حدود 15 تا 20 دقیقه دیگه سخنرانی آقای رئیس جمهور در جمع مردم خونگرم اصفهان شروع بشه. بله، برنامه‌های رئیس جمهور و هیئت دولت در اصفهان چیه؟ بله، امروز آقای رئیس جمهور بعد از دیدار مردمی و سخنرانی در جمع مردم خونگرم اصفهان بلافاصله به کارگروه فرهنگی استان خواهد رفت و این کارگروه به ریاست آقای رئیس جمهور تشکیل خواهد شد. بعد از اون کارگروه مشترک در واقع اصفهان که در زمینه‌های انرژی، اشتغال و بحث‌های کشاورزی تشکیل شده از ماه پیش و برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به مصوبات استان در اون بررسی شده، امروز نهایی میشه و به جلسه هیئت دولت برده خواهد شد. دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران از برنامه‌های دیگه آقای رئیس جمهور هستش که در این برنامه در واقع 17 نشان ملی ایثار به خانواده شهدا اهدا میشه، خانواده‌ای که تک فرزند داشته و این تک فرزند در راه انقلاب به شهادت رسیده. بعد از اون جلسه هیئت دولت خواهد بود که من احتمال میدم هلوش ساعت 7:30 بعد از ظهر جلسه هیئت دولت در استانداری اصفهان تشکیل بشه. این برنامه‌های امروز آقای رئیس جمهور هستش که دوستان ریاست جمهوری در اختیار ما قرار دادن. بله، مصطفی قمری وفا بود، خبرنگار واحد مرکزی خبر در اصفهان. افزایش شمار نظامیان، راهبرد جدید آمریکا در افغانستان. پس از 8 سال از اشغال افغانستان، اوباما میگوید منافع ملی آمریکا ایجاب میکند که 30,000 نظامی جدید به افغانستان اعزام بشوند. همزمان شماری از مردم آمریکا با پوشیدن لباس سیاه در اعتراض به تصمیم اوباما در برابر کاخ سفید تجمع کردند. پس از چند ماه جنجال سیاسی در